در دهه‌های دور افتاده که از زمان بنیاد آنها خط برق نبود، این چرخه‌ها خانه‌ها را روشن می‌کنند. این نیروگاه خودساخته اگرچه ظرفیت محدودی دارد، می‌تواند برق تقریباً 10 خانواده را تامین کند و به آنها امکان تماشای تلویزیون و روشنایی را می‌دهد. اما پخت و پز با استفاده از برق در حال حاضر به دلیل ظرفیت ناکافی نیروگاه امکان پذیر نیست. با زیاد شدن اهالی در این دهات دوردست، تعداد این گونه نیروگاه‌ها نیز رو به افزایش است. مردم دهه ریزغل در جماعت سریخاسار ناحیه بلجوان 10 سال اخیر از همین گونه نیروگاه خرد خودساخت استفاده می‌برند. خود هست. این قشلوق دام ریزغل دام است. قشلوق بولو دارم از اون میگن هست. پشتوا دام هست. همه قشلوق خود همین بیسوی مایده خرد. غیر گسی پشتوا بو همون لوکنیشین دیدار. گسی کلونه برو. در جماعت دهات سریخاسار ناحیه بلجوان عبارت از 70,000 نفر تنها 700 خواجگی از برق شبکه‌های برق استفاده می‌کنند. باقی مانده وابسته به این نیروگاه‌های خودساخت هستند. با افزایش اهالی، تعداد نیروگاه‌های خودساخته تنها در دهات سریخاسار به 12 نیروگاه زیاد شده است. می‌بینیم از روی ثباتشون نسبت سال‌های پیشین روز برزیاد شده است. روز در جایی که مثل کم منطقه‌ای که مثل زیاده از 10 خواجگی 12 خواجگی یعنی که تا 30 خواجگی است، از حساب مثال امو سهمای خودشون از حساب خودشون میگیرن میسوزن. ساکنان این دهه‌ها از پرداخت پول برق آزادند، ولی آنها اهمیت استفاده مسئولانه از برق را درک می‌کنند. وقتی که نیروگاه‌هایشان ویران می‌شود، تشبث تعمیر آنها را به دست می‌گیرند. همین گسی که می‌بینیم روز دیدن شما این گسی همین خطکنی خمونه همین مردم دهات کارگاه برای همین سویت فقط مودا این سویت چیز دادن نمی‌شود. مثال پلتاو چیزای کلون زدن نمی‌شود، نه که تلویزیون مثال روشنیمون هست. در این دهات تولید برق و تماشای برنامه‌های تلویزیونی از آب وابسته است. اگر آب باشد نیروگاه می‌تواند برق تولید کند، اما نبود آب ساکنان را بی برق می‌گذارد. گفته می شود که از جماعت سریخاسار تا دهه شهیدان که 50 کیلومتر راه دارد تا 2 سال آینده خط برق کشانده می شود.